سلام برای بکس دوستش، امروز برگشتیم به ویدیوها. خیلی خوش اومدی عزیزم، خیلی خوش اومدی مادر. باز دوباره ویدیو بزنیم. برای امروز در مورد ویدیوها صحبت کنیم. راستی یک حالت کلن زدیم که زیادی داخلش فقط 2-3 نفر از خانواده و نمیدونم کسی کلن گرفتن و اینا آوردم. میخوایم بیاین باز بهتون بگم شرایطش با یه ویدیو مختلف از برنامه میسازم. خب دوباره که بریم یه گیم پلی با هم داشته باشیم. بریم کسی که نبود نت چی رو خرابه. خب بچه دلیل اولی که نتونستم فیلم موفق بکنم باز دوباره این بودش که درگیر چیزا بودم و حوصله نداشتم. و تامنیل رو که دیدی تامنیل خیلی بهتر شده. زمانهای قدیم خیلی بد بود، اگه بخوام این داخل چنل نگاه کنیم خیلی بد بود. الان باز دوباره شروع کردم و از الان قراره باز ویدیو رو بذاریم و کیف کنیم. خب صحبت کنیم. اون راستی گانهای جدیدی که اضافه شده، گان جدیده خیلی نرف شده، خیلی نرف میگم باف شده، خیلی قوی شده، خیلی قوی بود، خیلی قوی. پینک چرا انقدر بالا امنیت ما ایرانی های دیگه. خب بلش کن. خب بچه که کامنت ها بمیسه شما شاد کن پلیر هم سنایپ پلیر هم کامنت بزن. شاد کن پلیر هم هر دور استفاده میکنه، ولی اگه شاتگان باشه شاتگان بیشتر، اسنایپ یکم کمتر، ولی باز هر دوش رو اسنایپ هم دارم کار میکنم. این اسکینی که روز هست باز بعدا باگش رو قرار بهتون بگم چجوریه. من با باگ اینو گرفتم، خیلی خوب. این باگل هم از یه یوتیوبر خارجی گرفتم، خیلی عالیه، خیلی عالیه. برو بریم ببینیم چیکار میشه. بچه ها ویدیو لایک کنیم، واسه 25 شیر کنیم و برگشتیم ما چه قدرتی وایسا. اگه داشته باشیم فلیک شداش خیلی خوبه، خیلی خوبه واقعا. فلیک شدا خوبه میزنه، منو تو کف فلیک شدای اونا. جای بعد نمیدونم چجوری بگم. هم رنگ کمال لژند کنم، نمیخوام ای ببینم ما که بکنم ایمدیم شاید نمایشه بزنیم، ایمدیم یه صحبتی داشته باشیم و یه ویدیویی هم بگیریم و باز اینم یا وین کنیم یا نفر دوم بشیم. داشت سفیدی اما میباره ولی نت همین یارم نه یه نفر نه یارم نه حریفم باز دیوای گرفته. دیوای همین اچس چه نرف شده، نرفیم باف شده. من همچنین دوتا رو هم اشتباه میدم. باف شده. هر اتچمنت چرتی که برداریم شاته. اینجا برم بالا آمد پایین میکنم. یه آرمادی 20 بزنیم بعد بریم برسن، چون شاتگان داره داره خوبی هم ندارم. من الان یه دونه بیوای دارم که واسه نزدیک واسه دور نیست. راستی این فهمیشه همیشه یار همین 2 تا گان داشته باشین که واسه دور نزدیک باشه. یه گان هست فقط دور میزنه شاتگان بیوای اینا، یه گان هم هست فقط دور که میتونه بزنه واسه اسنایپ و نمیدونم بقیه موارد. بچه این دست معلوم نیست چی قرار بشه. یار رانو دار چه ریجستری خرابه. این که دسته رو بر نداریم. من برم بالا سرش رو سر بار آخرش رو میشه بگی آره من شوخی میکنم. بمیرین دیگه. تیر ندارم، نه تیر ندارم بدم زبانم این پشت این داخل این تیر میره نیست. آرمور نمیخوام بدم، کور دارم یا نمه هم دارم. خب بابا لفت دادی آرم
بابا ولم کنیم بابا، یعنی چی 2 نفر اومدن اینجا؟ بابا دمیجشو برم من. Terminal almost ready. مغز بازی رو برم من. بچه کلاس اینجا رو بردارین. بابا خرمون نکن دیگه. بارا خر باشه. بابا ولمون کن. بابا ولمون کن. یعنی شما پشیمون نیستین؟ بیبور چرا اینجوریه؟ ماشالله شاقان ایگاری ها رو کشیم. کنیلیو یارمون هست. یارمون برو ماشالله برو فقط تگانه تگا شده 15 ثانیه خیلی خوب شده که تغییرات سیزن بود. بازی ویدیو واسه تغییرات سیزن باید بزنم. خدای بیوای هم بر نشه باشم با بیوای جرشون بدم، ولی بازم چرا کمپ میکنیم؟ خدا وکیلی یعنی چی؟ این کیف من چی بهتون دادن منو به کم ده؟ اصلا 100 تا اوه ماشالله ولی یه دونه تیر بیشتر نداره. کل این تیراشو رو خالی کردم نامادی. بچه ها بهتون پیشنهاد میدم وقتی که اینجا پره نمیم رو تگتون، ولی حالا من جرات بازی در بردم چون یاران اونجا بودن میتونستم کاورم برم. کلا یه تیر بیگاه هم داره ببینیم چی کار میتونم بکنیم. واسه آن راستی واسه کلن و اینا تگش از یک کلن بزرگ گرفتم و کلن خیلی بزرگ بود، یکی از بهترین کلن ها. من برم این یاروه رو انتقام بگیرم. Airdrop incoming. یه دونه بیفای هم بیشتر ندارم، یه دونه فقط بابا یه دونه تیر. نه از انتقام 2 نفره میریزیم سرمون، 2 نفره میریزیم سرمون. خب بودو دیگه. اوه ای بابام فکر کردم خوب شد. یه ما 200 اینجا بزنیم کمپر باشد. اوه خیلی دمدهنتون به این سطح بازیتون. کجا فقط پلیر بیاد جان، پلیر میطلبم. کجا نیمم اوکی شماره 3 هم که لفت داده بود. نه شماره 3 آره دیگه شماره 3 این دوربرا پلیر نیست. نیستش اونا سبا مثل فنک نمیدونم چی دیگه هستش. مثلا بی پی 50 خیلی بود واقعا جواب بی پی 50 بابا کسی دوربرا من نیستم. گونه چی نرف شده خیلی بد میزنه پایینه فکر کنم. آره ولی با این پینگی که من دارم باشیدم مردم منم. Location exposed. شرفی هم جواز. چرا الان افتادم داخل این سرور مسخره. بریم اچس رو بکشیم هر چکی کنیم. ای بابا شانس هم نداریم. وقتی میگم من شانس ندارم نه ماشالله یار کیل دوست این فدا سرش بده شما رو خودت. ما که یه دونه سفت کیل داریم یه دونه چه داشت بیا مال من باش. بابا یه اسکود الان راشیم حالا که
منم گانم بکشم تا 10 تا اسکات دیگه جلوم سبز نشدن. او ولمون کنین دیگه. اون بالا هم شلوغه. The safe zone is collapsing. بود همین چند دقیقه پیش داشتم ازت تعریف میکردم بتیس. اوه چه لگی دارم. آماده بیستایی رو بکنیم. یه اسکات باشه اونا. Half of the teams are eliminated. بعد اسموک دارم. اوه 117 متیکه صداش یا نه؟ یه چیزی متیک هست ولی صداش فهم کرد چون بالا کم همونایی که موقع زدیمه فکر کنم. Airdrop. ولم کن. یعنی الان لگ چرا گرفتی؟ آن راستی رکوردم داشت. ول کن گوشی جان، الان وقتش نبود. شانس اشمات. فکر کردم مردم، گفتم مردم جنازه هم بیان جمع کن. گونه چی داره؟ چه بد میزنه. کجا میزن؟ بفهم باش من اینجا نیستم. برو تو فقط برو. نه منم بعد مثل این که وایستاد. بابا لعنت به این کلاس. ولم کنین بابا، ولم کن داداش، ولم کن. تو جدد سرویسمون کردیم ما این کلاستون. کلاس همه چرت. یه پدر میاد تق میذاره جیر میده. مردم. Watch out. چرا اون نزدم؟ Incoming. یا مردم دیگه. درک من بیاد سراغم. یک شماره یک خیلی به فکر ایدم یارایی من. Airdrop has been delivered. چه حساب خورتونی قرار بشه. ولمون کن بابا، ولمون کن. جدد Alguien que me venga a levantar. بزن ماشاءالله. بازی وین نشد آقا نفر دوم De بشیم. la zona, alguien que me venga a levantar de وای volada. نوبه والا. نوبه ¿Dónde پشت سرتم estás? ¿Dónde اون estás? کلاس چرتت خیلی عالی. چی شد الان؟ De la zona. پشمام یه اصلا فهمیدین چی شد؟ کلاس رو کلاس نشد، کلاس ترکید. پشمام سگ انقدر مهم بود، انقدر خوب بود. اصلا این اصلا بعد کلیک کنیم بذاری داخل جام جهانی. اصلا چی بگم، اصلا کف کردم. Your teammate has been killed. Get the داشت dog دمت tags and گرم help them با این return to شاتی که battle. زدی. قبل دنبال من الان میمیرم. کلا میمیرم. نمیاد سرعت کن نمیاد. بابا یه دونه سگت حداقل بنداز. سگتو بنداز که چیز خوبی نیست. Chip terminal is almost ready. بات بود انقدر دمیج میداد. خواهی که لنگت. Ahí está de volada. سفید نیستی ولی یک نوع سگی مثل این باشی یک جوری سفیدی، یه جوری بازی ویم میشه که اصلا Down to the last 5 teams. چه بد زد. خواهی که لنگت. نفر شیشم شدیم، ما هم خواستیم نفر دوم بشیم. درک اصلا مشکلی نیست. ما که سفید هیچ وقت نبینیم. حالا اینم روش حلالت نباشه. تازه نول مکس هم که شدیم. ولم کن با این بو ساعت بازیتون. خب بچه دستون در نکنه ویدیو رو دیدین، ما هم خوش گذراندیم و نمیدونم یه ویدیو گرفتیم و یه لگ خدا بردیاد پیام اینقدر اینوایت نده دیگه. همین دوستان همه آنلاینه. خدا نگهدار. لایک و ساب یادتون نره. آره ویدیوهای خفن بسنین. آره هر که لایک و ساب نکنه شب میام تو خوابش. آره دستون در نکنه. خدا نگهدار.
فعلا خداحافظ.